10 سال هم که بگذره اگر درست فعالیت نکنی پیجت رشد نمیکنه. چی کار کنیم پستی که میذاریم برامون کلی فالوور بیاره؟ لایک رو بزنین و برا دوستات هم بفرست، بریم برای آموزش. مورد اول، اینجایی که میخوای پست بذاری AA رو از پایین بزن، یه کلمه کلیدی حوزه کاری تو تایپ کن و اونو بیار پایین محوش کن. اینجوری اینستاگرام موضوع پستتو میفهمه و راحت‌تر وارد اکسپلور میکنه. مورد دوم خیلی مهمه، گزینه سوم رینیم آدیو. این گزینه رو بازش میکنی، این متنی که نوشته شده رو پاکش میکنی و یه کال تو اکشن میدی. مثلا من مینویسم ممنون میشم پیجمو فالو کنی. اینجوری مخاطب وقتی ریزتو میبینه توی اکسپلور، این متن رو میبینه، ترغیب میشه و پیجتو فالو میکنه. اما مورد آخر، میای از پایین گزینه مور آپشن یا روش‌های بیشتر رو انتخاب میکنی. این گزینه که با انگشتم نشون میدم یعنی آپلود با بالاترین کیفیت، اینو روشن میکنی. وقتی مخاطب پستتو میبینه با کیفیت بالایی میبینه، حس خوبی میگیره و پیجتو فالو میکنه. همین الان برو استوریمو چک کن، یه سورپرایز فوق العاده برات دارم.